سلام چطورید بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو خفن و بم از بیتبال. اومدیم یه ویدیو خفن بگیریم، یه ولاگ خفن و بمبه. چطورین بچه‌ها؟ مهران عدل هستم. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. اسم بازی چی بود؟ بیتبال. آره صدامون میکنن برگردیم بچه‌ها. چه تویم بود؟ آره. اونجا رو بگیر، زمینو زمین رو اونجا نگاه. بگیر. زمین رو نگاه بچه‌ها. میخوام الان مهران رو ببریم. همه گمداری کی بود؟ مصطفی اینا علیرضا. تیم مقابل هم بگیر. تیم مقابل همه پرو پلیرن، همشون بلدن. ما اولین بار اومدیم هدشاتمون میکنم برمیگردم. اینا من تو با موسک داداش شدی او ارزلا. منو بگیر. قبل ویدیو خوشحال میشم سابسکرایب چنل یادتون نره، ویدیو رو لایک کنید، یعنی یه کامنت انگلیسی هم بذارید که حسابتون نپره و زنگوله بغل سابسکرایب هم بزنید که ویدیو بعدی گذاشتم حتما به دستتون برسه. و چنل محمد کینکو. بچه‌ها کینکو رو هیچ وقت فراموش نکنید، بهترین چنل واسه اول چنل من احسان جیگیلی. همه بچه‌ها اینجا جمعه. بچه هوا خوب تیراندازی میکنن. خوبی داداش. بریم تو بازی. هدشاتمون اینجاست. بزن نزن یه پن مگو زدش همین الان زدمش، همین الان. جو بچه رو نگاه. نزد فرار کن. علی اومد. بزن آفر. اینا یکی پشته اینه اصلا پشته نرم. هدشاتا رو نگاه کن. هدشاتا رو فقط نگاه کن. کلشه هست. آقا احسان بچه‌ها لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه.
ویدیو رو حتما لایک کنید. کامنت بذارید، کامنت ایکس تا صابتون نپره. با این دوربینه دومه بود اینجاست. امران رو در کونش زدن. یه دونه دادن در سولاخ سولاخ قربونش. این داداشمون هشات های میزد به همه زد قشنگ تو اینجوری. آقای شاشدمون ببینیم. اوه مای گاد. میلاد تو اینو زدی؟ چه هدشاتی زده خدا. 3 تا هدشات زدم. 3 تا؟ سومی همون بنده خدا که واسه من آوردم تو این آیتم. از طرف دوستان و بقیه میگم لایک، سابسکرایب و کامنت ها فراموش نشه. داشتم مهران دادا برو جان چی بگم؟ بچه ها بهتر کنید. گفتن دیگه بچه ها گفتن بزرگتر از ما گفتن دیگه شما انجام بدید انجام ندید ولی انجام بدید. نگاه کن اومدیم کجا داریم ویدیو میگی. بچه ها دوست دارید این ویدیو براتون بذاریم لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. بله. همتون حمایت کنید تا خانواده‌مون بزرگتر شه بتونیم کلیپای خیلی خفن و بهتری هم بسازیم. یه سورپرایز خفن هم دارم براتون روز ولنتاین نمیگم. سورپرایز دمتون گرم. بریم داش. تو چی هدشاتت کردن؟ آره ماسکو ببینم. ماسکو نگاه هدشاتش کرد. کال آف دیوتی باز ایران هدشات شد. هرچی بازی کرد باخت گریش در اومد. اینم بچه‌ها سابسکرایب بزنید حتما یادتون نره. داشتم این قیافه اینو نگاه شبیه تروریستیه. آجی من دست اینو زدم دستش درد گرفت. 3 تا تیر زدم تو دستش. دوست دارید بازم از این ویدیو بذارید حتما لایک ها رو بهتر کنید بچه‌ها. ویدیو خیلی خفنی تو راه دمتون گرم. حتما چنل رو سابسکرایب کنید. مرسی دی. کاندومشو بزنید. خدا بس دیگه. آه خسته شدیم دیگه. برو. ای گایز الان میایم تو. الان میاد تو. بزا بیا. دستا بالا. شورتا پایین. هر چی داری بریز پایین. بالا من نگیر. بچه سرویست میکنم. این سپر هیچی نیست جلوی من. Oh my god. Headshot. بچه‌ها بهتون کپتن فلگ میدم. فتح پرچمه. پرچمو میذارم وسط زمین. یکی از اعضای تیمتون میدوره سری. پرچمو برمی‌داره میبره انتهای زمین خودتون. اون موقع کل تیمتون برنده است. هر کس 2 تا گوله خورد دستشو میگیره بالا میاد بیرون. اگر پرچمو برداشتی عین برگشتن 2 تا گولت خوردی دستو میگیری بالا نان استاپ بدون توقف میدوی پرچمو میذاری سر جای اولیه‌اش. اون نمیشه بچه این فقط چیز کسی دستشو بلند کرد کسی نزنه. آماده این؟ من 2 تا تیر خدایی ناحقه. بشکه بیاد دنبال من. بچه فقط کسی دستشو بلند کرد نزنید.
نزنیمه. دفاع نزدیمه. تیر نمیزنه. تیر نمیزنه. کونیا من زد. داداش اونجوری چرا دراز کش؟ آه نزد نزد بابا ناموست داداش دیدم قابلمه رو زدم پاس آجی شهرمنده ببین رفتیم تو من تو محمد بودیم آره وای سفرال گفتم احسان خوابیده رو زمین بچا توسیا رو نشگاه یه طرف مسکو معتبر ببینم فیلم بردار زده بیا من بگیر نگاه کن چقدر تیر خوردم داداش کامنت ها رو بگیرین نگاه کن به خاطر شما ناموسن کامنت ها رو بنویسید لایک کنید دیگه ناموسن دیگه چرا اینجوریه کله ملر نگاه زدیم داغون ماغونش کردیم هدشاتم کردم خب بچه مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین اینم بود از بازی با دوستان بلو دست کن بدید کامنت ها فراموش نشه آره میگن سابسکرایب و لایک و کامنت فراموش نشه منتظر ویدیوهای بعدی باشید بیا اینجا من اتاق فرار میخوای بریم آره اتاق فرار ویدیو بعدیه Let's go فعلا پیس out تیر دادم به